با درود به شما عزیزانم و این افتخار بزرگی است که من امروز به دست آوردم تا بتوانم در حضور شما عزیزان و این روزی که در واقع 25 سال از جان باختن سرهای تبرخورده به دست ارتجاع سیاه حاکم بر ایران، ما هر سال یادمان آن عزیزان را گرامی می‌داریم، چرا که یقینا در کنار ما بودند، در کنار ما زیستند، در زندانهای شاه و در زندانهای شیخ با در کنار هم بودیم و خاطرات یاد و خاطرات زیاد از آنها در دل ما باقی است. آنچه که در واقع ما امروز وظیفه خود می‌دانیم که از آنها یاد کنیم، آنچه بودی که به صورت مجموعه‌ای که آنها در تصورات و در آرمان‌ها و در رویاهای آنها می‌گنجید عمل کنیم. یعنی آنها برای منافع مادی خود عمل نمی‌کردند، آنها برای پست و مقام عمل نمی‌کردند، آنها در جهت آرمان‌های خلقشان و مردمشان که برای انقلابی که در کوتاه مدت توسط امپریالیسم آمریکا و استعمار پیر مصادره شد و با آزمایشی که آخوندها در گذشته برای اینها از خود بر جای گذاشته بودند مصادره شد و آنها داده شد و حکومتی عجیب الخلقه آدمخوار و آدمکش را بر ایران ما مستقر کردند. عزیزانم، شاید بعضی از دوستان بنده رو نمی‌شناسند، اما لازم می‌دانم قبل از هر چیز ضمن سپاسگزاری از برگزار کنندگان این نشست خودم رو معرفی کنم. من غلام عسکری هستم، مسئول شوراهای کارگری مجتمع فولاد اهواز و شرکت‌های تابع و وابسته در سال 1359 تا 1360، یعنی 1 تیر 1360 زمان دستگیری. اما از اونجایی که من در یک خانواده کشاورز و کارگر پای به عرصه وجود داشتم، میخواهم بگویم که قبل از وجود آمدن هم من از مادری ساده شدم که وقتی که پدرم کشاورزی میکرد ایشان در کنار او خوشیشیری میکردن. یعنی از زمانی که قبل از وجود آمدن هم با رنج و درد و زحمت آغاز کردم و به همین لحاظ از 5 سالگی با داس کشاورزی آشنا شدم. از 10 سالگی در کوهپسخانه شهرم کار میکردم در کنار تحصیلم. در نوجوانی همراه با کارگران ساختمانسازی کار میکردم. در جوانی به کارآموزی پرداختم و در بزرگسالی اگر به مرور زمان دارای پستی شدم در پروژه‌های گاز و نفت و پتروشیمی، صنایع فولاد و صنعت کلی کشور، نیروگاه‌ها، کاغذکار، نیشکر، اما هرگز از قالب یک کارگر خارج نشدم. و این رو میگویم که اگر پس از من ایران از چنگال رژیم ضد بشری آخوندی خلاص شد، لااقل شما پس از من بپرسید از تمامی کارگران سراسر کشور که با من آشنایی دارند در پروژه‌های مختلف کشور. روی این اصل افتخار دارم که بیش از 40 سال از عمرم را با فرازنشین‌های سخت در خدمت جامعه کارگری ایران بودم که خود عضو کوچیکی از آن هستم و بودم. اما امروز که ما گرد هم آمدیم تا در رابطه با سرهای تبرخورده از دست ارتجاع سیاه حاکم بر کشورمان سخن بگوییم و یاد خاطره آنها را گرامی بداریم، میخواهم یکی از سرودهای خودم را به پاس بزرگواری آنها در واقع برایتان ابتدا بخوانم و از همه شما عزیزان تقاضا دارم در پایان این سروده 1 دقیقه به پاس بزرگواری آنها کف بدهید. ایران من، سربستان بلندترین سروهای جهان،
مایه افتخار من و ما. در گوشه سینه داغدار تو روییده سرهای بلند خاوران، هر دشت پهنهای پر افتخار تو حماسها آفریدند فرزندان برومند تو. آن کهکشان ستارگان آسمان تو بر تارک قله‌های بلندت می درخشند شبانگاهان چون دور. رهوارند آن دیگر دلاوران رز، می نویسند به هنگام فدا یادمان به دیوارهای تو. هرگز نهراسند زوزه کفتاران سیه‌پوش، همچون ندایی که ز گلوی سهراب و اشکان آرش برآمده به نام تو. ایران من بر گستره خاک پاک تو، اقیانوسی خروشان ز خون سربه‌داران تو. ایران من یقین بدان بساط جهل جور دشمنانت، با امواج خروشان اقیانوس خون فدایانت سرنگون خواهد شد هنگام رهایی تو. درود به همه جانباختگان و من سر تعظیم سرود می‌آورم در مقابل بازماندگان، پدران، مادران، خواهران، برادران، همسران و وابستگان آنها. به همه اونها درود می‌فرستم. اما عزیزان من، همچنان که در گذشته در جایی نوشته بودم این تاریخ است که سخن میگوید، تاریخی 35 ساله طرح امام در ماه که از طرف جامعه سرمایه‌داری و امپریالیسم غرب و همپیمانانش نسخه‌اش برای ایران و منطقه نوشته شده است، خود به خودی وجود نیامد. اما همچنان که می‌دانید در دل تاریخ پرخون و پرفراز نشیب ما جنگ‌های متعددی از سر گذرانده جهان، جنگ اول جهانی، دوم جهانی و جنگ‌های متعددی رو به خود دیده است. ژاپن در جنگ دوم جهانی توسط امپریالیسم آمریکا اولین بمب اتم رو بر روی شهرهای خود دید و هزاران هزار انسان بیگناه چه در خواب و بیداری سوختند و نسل‌های نسلات بعد از اونها هم آسیب دیدند. اما امروز ژاپن است و هر کشور دیگری که شما بخواید مثل بزنید، همین اروپایی که امروز در آن زندگی می‌کنید روزگارانی بود که با خاک یکسان شدند در جنگ اول جهانی و دوم جهانی. همین آلمان دیوانه‌ای به نام هیتلر که مشابه اون خمینی بود در ایران، جهان را به آتش کشید و قصد تسخیر جهان را داشت. و این آلمانی که امروز ما مشاهده می‌کنیم، این هلندی که مشاهده می‌کنیم، این کشورهای دیگری که امروز ما در اروپای آزاد مشاهده می‌کنیم، اینها بر اثر شرایط جنگی هر کدام به نوعی آسیب دیدند. اما آیا اگر این ملت‌ها سکوت می‌کردند و می‌نشستند و تفکر نمی‌کردند، فقط یادمان می‌گرفتند، فقط بزرگداشت می‌گرفتند، فقط عکس‌ها به دیوار می‌زدند، فقط شعارها می‌نوشتند، فقط کتاب‌ها می‌نوشتند، آیا این چنین بود که امروز ما می‌دیدیم؟ من متأسفم، من 21 سال از اون حکومت سیاه جمهوری اسلامی رو در جنگ گریز در میان دود و خون و آتش از شمال تا جنوب، از مشرق تا مغرب به جهت شرایط شغلی هم که سابقه کار من بعضی وقتا 1 روز بود، بعضی وقتا 7 روز بود، بعضی وقتا 20 روز و بعضی وقتا 2 ماه در جنگ گریز زندگی می‌کردم. اما وقتی که از ایران خارج می‌شدم انتظار داشتم که وقتی من به خارج از کشور می‌روم تمام انسان‌های شریفی که رژیم
جمهوری اسلامی را برنتافتند و برای رساندن ندای حق طلبانه ملت ایران و به پاس احترام همان خونهای پاکی که ریخته شد برای آزادی و رهایی ایرانی امروز متحد اینطور تصور می‌کردند، متحد و یک پارچه و یک دل، به خاطر اینکه دشمنش همه متفق قول دشمن رو یکی می‌دانند و ایران رو برای تمام ایرانی می‌دانند و همه متحدن، با هم متحدن، یک پارچه ایستادن. چرا؟ به خاطر که هیچ لشکر متفرقی بر دشمنی آنچنان مسلح و وحشی پیروز نخواهد شد تا به اتحاد کامل برسیم و بتوانیم به روح بزرگوار تمامی این شهدایی که جان دادند ما پاسخگوی آرمان‌ها و آرزوی‌ها آنها باشیم. امروز من نیامدم که در رابطه با تشکیلات و در رابطه با ایدئولوژی‌ها و در رابطه با خط و مش سیاسی صحبت کنم. امروز آمدم که بگویم عزیزان ما به یک اتحاد فراگیر نیازمندیم تا به امپریالیسم آمریکا و استعمار پیر انگلیس که به حق به عنوان انتقام‌جویی از گذشته ما دست این جنایت علیه بشریت زد و خمینی صفتان را بر ایران مستقر کرد و برای اون اتفاقا از اینجایی که اصل تضاد ثابت کرده که هر چیزی ضد خود را از درون خود می‌سازد، در هفته اخیر با افشای مدارک مستندی از سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی غرب مشخص شد کمان که ما می‌دانستیم، کمان که بر ما 35 سال زمان کافی بود که بدانیم که این پدیده شوم ملاتاریست و طالبانیست به درد چه کسانی خورد و برای چه اهدافی بود. اما این مدارک ثابت کرد که طرح خمینی در ما و استقرارش در ازای چه چیزی بود؟ در ازای کشتار فکر و آگاهی و آزادی خواهی و رهایی و به دنباله همون قطعیتی که در واقع در زمان دولت متمدد از استعمار انگلیس شد. آنها بر نمیتابند آگاهی و آزادی را، روشنفکری رو. آنها بر نمیتابند که جنبش کارگری ایران مستقل باشد، بتواند تشکیلات مستقل داشته باشد، اتحادیه داشته باشد، سندیکا داشته باشد. آنها بر نمیتابند جریان‌های چپ ایران رو، آنها بر نمیتابند کمونیست رو، آنها بر نمیتابند مارکسیست رو، آنها بر نمیتابند برخلاف ادعاهایی که میکنند دموکراسی آنها نوعی است که در عراق پیاده کردند، دموکراسی آنها نوعی است که در افغانستان پیاده کردند، دموکراسی آن است که امروز در لیبی و تونس و یمن و مصر و سایر جاهای دیگه قصد پیاده کردنش رو دارند و داشتند. آنها قصدشان تصرف کلی دنیا و اهداف درازمدت خود برای اینکه بتوانند بر دنیا حاکمیت به تنهایی داشته باشند. اما اتحاد ما، جنبش‌های به هم پیوستی ما، جنبش کارگری، جنبش کمونیستی، جنبش مارکسیستی، جنبش اجتماعی، همه اینها اگر به هم پیوندند، من یقین دارم که آورندگان ارتجاع سیاه در ایران به تاریخ مصرف اینها پایان خواهد داد. ما یادمان برگزار میکنیم چه زمانی؟ آن زمانی که بتوانیم بر خاوران ایران همه حضور به هم برسانیم و گلفشانی کنیم و فریاد برآوریم به برادران و خواهران و دوستان و همرزمانمان که ما ایستادیم تا آرمان‌های شما را محقق کنیم. آیا ملتی که انقلاب کرد در سال 57 و آگاهی آنچنان رسیده بود که بگوید آشی خمینی بفرما بهترین فرماندان ما را اعدام کن، بفرما کشاورزی ما را از بین ببر، بفرما کارگر ما را سرکوب کن، بفرما زنان ما را به اسارت بگیر، به زنان ما و خواهران و دختران ما تجاوز کن. این چنین به این آگاهی رسیده بود
آیا اون زمانی که در سال 58 ما سازمان‌های سیاسی شروع به تضاد کردیم، این بهانه‌ای نبود به دست خمینی و خمینی صفتان داده بشه تا به اون کشتارهای وحشیانه دست بزنن؟ اگر ما اتحادمون رو حفظ می‌کردیم، اگر ما این آگاهی‌های سیاسی رو به درون اجتماع می‌بردیم، هرچند که اگر 22 بهمن 10 سال بعد 22 بهمن میشد، پیروزی انقلاب میشد، اون زمان ما نتیجه بهتری می‌گرفتیم. آگاهی یا من یادی می‌کنم از یکی از جانباختگان عزیزم، از همکاران بسیار صمیمی و سرفرازم، دکتر مهندس دلیلی، در آبرسانی زویه که اهواز بودیم، گفت فلانی شنیدم که سینما رکس آبادان رو آتیش زدن. گفتم آره مهندس، ما امروز هم برنامه داریم که کارگران رو ببریم به 24 متر فلکی 24 متری. گفت فلانی من تشویش دارم. گفتم چیه مهندس؟ گفت تشویش اینی دارم که این موضوع به کوتاه مدت نیانجامد. اگر حرکت‌ها روزمینی شد، ما باید این حرکت‌ها را ادامه بدهیم تا آگاهی وارد اجتماع بشه، کوچه و بازار و کوی و برزن رو فرا بگیره و مردم بدانن برای چی میخوان انقلاب کنن. امروز دلیلی نیست، ولی من هرگز گفته این مرد انقلابی رو هرگز فراموش نخواهم کرد. هرگز. چرا؟ به خاطر اینکه هر انقلابی بر مبنای آگاهی‌های یک ملت دروغی می‌پیوندد برای برون رفت از وضعیت استبدادی و ناخرسندی ملتی که می‌خواهند رهایی خود را جشن بگیرند و برای استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی حرکت کنند، به سوی آن حرکت کنند. اما آیا این شد که ما 36 میلیون نفر بودیم که انقلاب کردیم علیه حکومت شاه، در کوتاه مدت اون رو مصادره کردن و 32 سال است که به تدریج ما به خارج کشور مهاجرت کردیم؟ اینجا آیا کدام حزب، کدام گروه، کدام سازمان هست که ما فراخوانی بدهیم که بگوییم اگر دشمن همه ما رژیم جمهوری اسلامی است، پس در یک مجمعی همه با هم جمع بشیم؟ آیا هم چیزی امکان پذیر است؟ باید این رو از خودمون سوال کنیم، بپرسیم که نقایص کجاست، ایرادات خودمون کجاست، مشکلات خودمون کجاست. جامعه کارگری ایران امروز محتاج این است که به هم بپیونده. با کدام محوریت؟ جنبش زنان همچنین، جنبش دانشجویی همچنین. اقوام ایران تشکیل شده از اقوام مختلف در اون گستردگی خاک سرزمین ما. با کدام محوریت؟ با محوریت متفرق یا با محوریت متحد؟ من از همه عزیزانم، از تمام کسانی که به خود آمدند و می‌دانند که تنها دشمن ما حکومت جمهوری اسلامی است و می‌دانند که این حکومت برای اهداف جهانخواران همچنان پابرجاست، همچنان که در یکی دو روزی اخیر چشم ابرو نشان دادن اوباما و دار دستش یک بار دیگر بقای رژیم جمهوری اسلامی رو داره از بقای رژیم جمهوری اسلامی دم میزنه به خاطر اهداف دراز مدت خودش و او رو دوباره در نیویورک دعوت کرده که میخواهیم بحث کنیم و گفتگو کنیم. آیا چگونه است اگر اینها مدعی دموکراسی هستند، مدعی حقوق بشر هستند، چگونه با رژیمی که بیش از 57 بار در مجامع بین‌المللی و سازمان امنیت و شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل محکومیت گرفته به علت نقض آشکار حقوق بشر و کشتار زندانیان سیاسی و جنایت علیه بشریت، چگونه اگر کاسه زیر نیم کاسه نباشد باز هم مماشات، باز هم همگرایی، باز هم گفتگو چگونه است؟ پس دروغ است و اینها دروغ میگویند و اتحاد ما میتواند هم دروغ آنها را افشا کند و هم آنها را مجبور کند به تاریخ مصرف این حکومت وحشی و آدمخوار پایان بدهد. عزیزانم، من در خاتمه سخن
مزاحمت بیشتری برای شما ایجاد نمی‌کنند. پس فردا هم باید در بیمارستان بستری شود. اما اگر هم در واقع این جسم من از میان رفت، بدانید تا زمانی که اتحاد همبستگی ما به هم نپیوندد و آنچه که خواست ملت ایران است و آنچه که خواست واقعی مردم هست، مردمی که میگویم مردم ترک، فارس، بلوچ، عرب، گیلکی، کرد و تمام اقشار مردم، خواستهای اونها رو ما در نظر نگیریم و بر مبنای خواست اونها حرکت نکنیم، پیروزی بر چنین رژیم وحشی امکان پذیر نیست. من باز هم یاد خاطره این شهدای عزیز و این شهدای سرفراز را گرامی می‌دارم. برای همه شما آرزوی موفقیت و پیروزی دارم و آرزوی اتحاد و همبستگی و همدلی دارم و به امید رهایی ملت ایران و به امید ایران آزاد برای همه و در کنار هم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما باز هم با تفرقه و باز هم با تضاد پس از رهایی در واقع ملت ایران از چنگال رژیم خمینی و خمینی صفتان باز هم این تضادها وارد ایران بشه، من تشویش آن را دارم که باز ملت ایران محکوم به دادن خسارت برای دعوای سیاسی ماست که واقعا دیگه ملت ایران به انصاف اگر سخن بگوییم توانایی پرداخت هزینه رو نداره. عزیزانم نکنید. درود میفرستم به شما و سپاسگزارم از اینکه به سخنان من گوش دادید. بسیار سپاسگزارم.